سلام بچه‌ها، من علی ام و به ویدیوی من خوش اومدید. امروز با اینا ویدیو داریم. اینا چیه؟ نه اینا چیکار کنم؟ خب اینا یوتیوب فارسی اینجاست میگی اینا؟ اینا تو فارسی اونا اینا تقریبا مثل کل یوتیوب فارسی ویدیو میدی. آیا ادیتور کل یوتیوب فارسی نباشیم. با ادیتور حرف نزن آقای ادیتور همه رو بزن نشون بده بهمون گفت اینا. آره من بهشون گفتم اینا. آجر بیاریم ها. بچه‌ها علی لوره اگه نمیدونستی. اول بذار بچه‌ها آشناشن با. اولین یوتیوبر لور ایران هم که دارم ویدیو استودیویی میگیرم. قوانین بازی از این قراره که ما داخل آپشن لالبازی بچه‌هامون قراره یه سری آیتم انتخاب کنیم. بچه‌هامون اونایی تو چاهن. الان هم اینا هم بچه‌های اونا دیگه حق انتخاب ندارن. لالبازیه دیگه. نه بچه‌ها بچه‌ها شیرینی زندگی. من خیلی ببخشید. علی برای اولین ویدیو بدترین کسا رو ما نمیذاریم حرف بزنیم. میدونم. آره بگو تو بگو ببین اینایی که اینجا اینا چیه؟ اینا چی آقا اسم داره؟ بچه‌ای من آقا وایسا اینا چی؟ اینا دست خرم. فامیلای احسان چی؟ بچه‌ای ممنتو و فامیلای احسان بله. خب هر کدومی انتخاب دارن. انتخابایی که میکنن ما 10 تا آیتم بعد بازی بکنیم. از بین دسته‌بندیایی که داریم 12 تا دونه کاتگوری داریم. انتخاب میکنن. هر جا که نتونستن 3 بار از من استفاده میکنن. چه جوری؟ ابزاری. 3 بار ابیوز. دوست داشت آره. یه لحظه وایسا من یه دو نفر رو معرفی کنم اینجا. این دوتایی که میبینید اینا کیه؟ اینا فامیلای احسانن. احسان که احسان پشت بیرونه. احسان بی‌نمک ترین انسان جهان. احسان بیا احسان یه لحظه بیا. نخوری با آلفا 7 سی مارکت با لنز سیگمای 2472. عقب بیا احسان. این احسانه اینا فامیلاشن. آره این چرا خیلی یه بی‌نمکه. سوال چرا فامیلاشو خودشون نیبردی؟ انقدر که خیلی بی‌نمک بی‌نمکه. خدای حرف زد من گفتم ولش کن. این این خیلی نه. فامیلاشو خنده بیار. پولداری می‌کردم. خندم پولداری نبود. بکن یه دونه معلوم بود. بخنده پول داری اینجوریه. ادی بخند. بچه‌ها بریم بازی اول. آیتم اول لال بازی. خب بچه‌ها نماینده اول تیمتون کیه؟ برو عشقم. آقا سهیل. آقا سهیل گل. جون بد می‌بازی دا. ببین میخوام بد آیتم بردارم بد ببرم اینا رو. البته یه نکته قبلش. داداش چرا رو این دیوار نذاشتی؟ آقا اوکی من لورم ولی دیگه با آجر اینطور که نمیتونم کاری بالای سر بیارم. میکنی دیگه یهو. آیتم ها رو بهم میگی؟ به آیتم اماکن گردشگری من الان بردارم باید خودم بازی کنم یا نه؟ باید بازی کنید. نه خودم باید بازی کنم یا میریم تصمیم میگیریم کی بازی کنه؟ نه شما خود خب خودم باید بازی کنم. خواننده، خوراکی، فوتبال، انیمیشن و چی بردارم؟ فیلم و سریال خودم بلد نیستم. تکنولوژی و علمی 2 امتیازی. خب ذهنیت فقیر. بیشتر یه کاغذ توش آجی. آیتم تو برد. به دوربین نشون بده. برش دار. بعد آسونه بچه‌ها. یه چقدر وقت دارم برای بازی کردن؟ 1 دقیقه. 2 امتیاز تو جیبام بود. قائمه رو هر موقع زدی بگو. 1 اصلا به صدا نمیاد. دو تا حرفه. دومی خب خط خراش لوله دسته لوله پالیکا کارت پیش میاره کارت اولی چیه حالا؟ اولی سیم کارت بد قویم بابا سنگین بد قویم. بابا وای. راحت بود خیلی راحت بود. بچه‌ها به هم 2 امتیاز توپل. آقا 2 امتیاز ما 2 امتیاز ثبت شد در بچه‌ها. نفر بعدیتون کیه شما؟ فکر کنم 10 بفرستیمش برو برو عزیز برو من این گیرایمون خیلی خوبه. برو تو قوی سنگازه چی کنیم هر کی باخت بره. هر کی با تیم اینا. نه دیل نکن بغلش کن. نه دیل داره میکنه. من در جایگاه این بودم خیلی کار سخته. ببینید من کلا با تیم اینا شما دور شید. بریم. سنگ. بعد میبازی. عوض کرد عوض کرد بفرمایید. آقا اشکال نداره. اصلا اشکال دیگه چاره ای نیست. خیلی اشکال. اونا 2 امتیازی انتخاب کردن دیگه.
ضعیفه. آره ضعیفه. من قوی برم. شما خیلی قوی بچه‌ها. جز بچه‌ها خیلی قوی. کاتگوریاتو ببینم. فیلم و سریال، تاریخ، خوراکی، تکنولوژی و علمی، شغل 3 امتیازی برمی‌دارم. حالا دمت گرم داداش. اضافه ببینم. آها. بچه‌ها اینو انتخاب کردم. اگه ببینید. چی بود؟ چی؟ بهت میگم. بهت میگم. خیلی راحته. دوباره راحته دیگه. راحته. چیه؟ 3 امتیازی شغله. اوکی درسته. آره 3 درسته 2 یک. 1 اولیش نجاری یک. قصابی بیکار بودن بچه‌ها کفاشی. شما آقا اینا رو از اجسام استفاده میکنه آها ادیتوره آقا این تموم تقلب شد. آقا تقلب آقا تقلب آقا علنیه تمام واقعا ادیتوره تمام. یعنی چی؟ کاملا تمام جزوه همه چی درست پیش رفت. تمام. شما دروغ میگید. نفر بعدیتون بیاد. داداش بیا من برم جیش تو کنم مجری تو این داوری علاقه داداش من بیا من میرم جیش کنم تو این داوری جدا دارم میرم جیش میکنم مجری دوست داشتنی منه الگوی من متیو. بابا ادیتور دیگه چه عذابیه چجوری جیش کردم اومد بچه‌ها از این به بعد استفاده چیه؟ ابزاری نداریم ولی از این به بعد از الان دیگه نه. به ما که یاری سگ. میدونی چرا متین؟ چون من نمیدونستم واقعا عرفانو بلند میکنن میارن. واقعا انتظار اینو نداشتم که حتی نرمال بودم متیو کم چیکار بله. بکنه چون داور بین‌المللی خیلی محبوب بود. کرم. عشق. بالاخره یه افتخار نفر متیو. انشالله هر روز سیستم داوری کنم. حاجی انشالله. منو مفهوم کنید متیو تقلب کرد امتیازم گرفت اونا رو هم برد تشویقش هم کردن آره بهم جایزه هم قرار بده. تازه قرارش بدم. عشق تازه حق تقلبم از ما گرفت حاجی من راضیم من بد راضیم از الان به بعد علی ایران اولین یوتیوبر محبوب منه. مرسی. ببین خب بریم یه سبیام لور دوست داشتنی توپل چی دوست خیلی قضا بیارم فیلم و سریال می‌خوای داشته باشی؟ فیلم و سریال نمیبینه داداش نه من ببین نمیبینم. اگه خوراکی بیاد بیا بریم. که اصلا مهم بریم نیست برای اون طرف بریم قربون برم. چه نرمی مرسی داداش داداش. خیلی درازی من احساس بدی دارم میای پایین‌تر تو رو خود پایین‌تر نه کار زیاد خب بذار من یه لحظه ببینم ببین سهیل تو زندگیش فقط خوراکی بلده یه خوراکی 3 برداریم یا جلو بیافتیم یا عقب الان چی در میاد؟ من به عنوان داور عادل نمیذارم شما جلو. من مطمئن میخوای جواب متیو بذاری؟ ببین من بذار حدس یه بزنم آیتم داریم که متیو قراره بعداً دهن من سر سرویس کنه. بچه‌ها بین این میبینید این من صورتم میگیرم یه دست. و این نه اصلا اصلا این کارا نداره به نظر من میخوای راهنماییت کنم بگو اینو اجرا کن چون این خیلی راحته میتونی اجراش کنی. آره اینو اصلا تو تا صبح آفرین به باری خالی کرد. هم نمیشه. نه اینا رو هم میشه من به بچه‌ها عنوان داور عادل این آیتم میتونم انتخاب کمک شد. کنم. البته فکر کنم الان ادیت رفیق باش اصلا رفیق باشی شغل کارت آموزم بیا بریم عباس عباسو کنیم ببین من به پول نیاز عباس دارم. عباسو میدونی چیه رفیقم با پولم عباس عباسو میدونی چیه با جناح برو سرچ کن نه با جناح واسه کاتگوری ما نیست بریم. بریم بعدی غذای آماده باشید خوراکیه 3 دیگه 2 1 دو کلمه اولی وجود نداره سمنانه کتلت شامی همبرگر حاجی یه سمنانی که داره غذا درست میکنه فلافل آره کتلت آقا تایمشون تمومه. کوکو تایم تمومه. کوکو دومی حالا. کوکو سبزی برو آخ ببخشید بیا از کادر بریم بیرون بیا از کادر بریم بیرون بعد آقا وقتی بی‌اخلاقیشون نمیخوای امتیاز کم کنی. واقعا این حرکت زشت دیگه نبود آدم نمی‌کنم. نه آخه واقعا حرکت ما یکم بدتر بود واقعا یعنی چی؟ من یکم توش کردم آه توش کردی برای اینا. خوش کردی خیلی آدم بدی هستی. دیگه یوتیوبر محبوب من نیستی. وایسا این سویتی فاکس خودت فامیلتونه هنوز یوتیوبر محبوبه. اینجا یوتیوبر محبوب من هستی نه خلاص صرفا خوشگل دارن تکواندو کارا. ها تکواندو کار. آدم خطرناکی بیا ها لگد بزنیم این پای کی. اصلا این بزنیم. کت شلوار منم مشاهده دی. تازه نکنی من 160 کیلو تو آره، ماشاءالله بهش 20 کیلو. بد میشه. مسابقه تکواندو. اول بزن ببینم چقدر تعریفی. نه پاش نیومد نه ببخشید، شلوارش نیومد شلوارم نه همین میخوای جامپ بزنم برات جامپ بزن. با کفش مردونه آره یه لحظه بیا جوراب بالا ببینم به عنوان یه لور جوراب صورتی میپوشی جوراب پاتریک صورتی پاتریکه اون باب اسفنجیه یا اونم پاتریکه اونم پاتریکه صورتی ها
خیلی دل جوون. من قرار تا بازم این تو فارسی میخواد جامپ بزنه لگد بزنه بزن. حاجی واقعا با کفش مردونه میخورم مثل سگ زمین. میخندیم ببین من ببین وایرال میشه. بزن. اینطوری. مثلا اینطوریه که جان با کوچالا واقعا نمیشه. ماتیو یاور کار استاد. پاندای کویفوکار یه امتیاز بهم نمیرسه. بنده مسابقه رو در مقابل متیو مغلوب شدم. چرا؟ ایشون واقعا تکواندوکار خوبیه. ولی تو رو خدا لباسای بیا با هم عوض کنیم. آقا یه ویدیو ورزشی بعداً میگیریم. بریم آیتم بعد. بریم آیتم بعدی. خب از تیم شما کی ما میاد؟ میخوایم فامیل احسان رو بفرستیم. فامیل احسان. کی میدونی چی انتخاب کنه؟ نه هیچ ایده‌ای نداره. حالا ببین میرم خدا راحت بزرگه دیگه. ببین راحت باش برو اونجا هر چی میخوای بردار فقط اگه نتونی بهم برسی من میدونم پارت تیکه پارت برو بیرون. فقط کافیه نتونی. بچه‌ها ولش کن. میگم اگه در خطری پلک بزن. نه پلش نه این حالا. ببین اجرا نتونی بکنی خون تو همین کف وایت باکس میریزم جارو میکشم. حواستو جمع کن فامیل احسان. در بیارم. نمیخوام ببین چه در؟ یه بار دیگه ببین من بد عصبیم. میدونم نه بعد بعد دیوونه نمیریم ما اینجا هیچی کات نمی‌کنیم. میخوام خودم معرفی کنم. نه خودت هم حق نداری. سلام من امیر حسینم. یه چیزی اینجا رفیقام مسخرم میکنن میگن این جای انگشته. اینم عینک احسان منم فامیل احسانم. همین بود. ادی خیلی عصبی. یوبس ترین چیزی که تو زندگیم دیده بودم. ادی جان عصب خود. یه چیزی انتخاب کن تو رو. فوتبال 3 رو میخوام. ما نمیفهمیم فوتبال. من و متیو تو زندگیمون ندیدیم. چی میفهمیم؟ یه دونه تاریخ یک انتخاب کن. تاریخ یک انتخاب نکن. ها تاریخ 3 خیلی بسخت. میتونه اجرا کنه. آره من بهش کمک من آپشن من کی یادتون نره. میتونستیم ازت چی؟ فیلم و سریال. فیلم و سریال. فیلم اصلا هیچ پشت نه. دوربین هیچ نگفتم. نه. فیلم ندیده. آره یعنی چی فیلم فیلم ندیده؟ ندیده. تو ما تو زندگی زندگی 5 چی کار دقیقه فیلم می‌کردی؟ دیدم. ها آیتمت چیه؟ آره دیگه ببین من میگم توی دونه تاریخ 3 رو بردار که و ما شما استفاده- یکم دور شید لطفاً چون درست قراره به بود. دوربین نشون بدید. من میرم بچه‌ها اونجا حواست باشه. ببین ادی بچه خاره. بچه آیتمی که انتخاب شد اینه و دیگه بریم. اصلا یه کاری بکن بعد کمک بخوا. حداقل از همون ناامید اولش شو. اینقدر یعنی سخته که کمک نمیتونم. می‌خوام. بلد نیستم واقعا. بابا خیلی سخته. یه حرکت یه ما میتونیم ما باهوشیم ما هندلش میکنیم بگو بچه‌ها یه کاری بکن. هیچ ایده‌ای ندارم چجوری نشون خیلی خنگن چون این چیزی که هست واقعا واسه تاریخ داره. مترسکی مگه؟ آقا بگو داره نتونستی چند کمک جالیزم از کنی. پستش خیلی پایین. خیلی پستش پایینه ما تصدیق سر جاری بکن. میتونه اگه نتونست میتونه از کمک بگیره تو اون موقع اون وقت 30 ثانیه کلا فرصت داره. خب تو 30 ثانیه میگی اوکی انقدر سخته میگم نمیتونم بگم. آقا چرا میگی یه کاری بکن. ببین ادی منو میکشه تکون طبیعتا. بخور. نه آزمایش خوبه تو یه چاقو به من بدید. بابا تایمشو بزن بدبختمون کردی دیگه. بگو هیچی همین وایساده. 3 من تاریخو از 2 1 آقا محمد خان قاجار. بیا اینجا. بیا اینجا آقا سه، محمد دو، خان یک. قاجار. شخصیته مکانه زبان تاریخیه امپراتوریه. یه چیزی بازی کن یه سه گرفتی. چیه؟ این چیه 4 تا حرکت برو. این نه، تریاک چند کلمه است؟ امریکاز گات تالنت داداش این چیه بیا بود. بیا اجرا کن. بیا برو بشین زره خودت کرای من هست کن بریم 3 2 1 شروع می‌کنیم. چی بود؟ صرف حرف اول یه نوره که داره سعی می‌کنه برسونه بخشه سه بخشه نمیتونه بگه سه حرف کلمه است کلمه بعد اول طرف میفته کلمه اول کلمه اول تیربار جنگ جهانی جنگ جنگ درگیری چه میدونم دیگه جنگ چی جهانی دوم سوم جنگ جهانی اول جنگ جهانی نیست کلا جنگ جهانی نیست یه چیزی مثل جنگ جنگلی مبارزه فایت کلاب مبارزه دیگه بعدش چی میشه چه میدونم مبارزه دعوا موشک بمبارون کوتک بمباران موشک اون جت هواپیماه لیدو جنگ سر هواپیمای جنگنده جنگ سر آه جنگ گرم اوکی همه اینا رو بریزیم دور جنگ بلد دو حرف اول کلمه اول هیتلر استالین
سیبیل یکی که سیبیل داشته. خب تو کی بودی که سیبیل داشتی؟ الان هم هستی؟ الان سیبیل داره کیه؟ من الان کیه سیبیل داره؟ اینجا کی سیبیل داره؟ اینجا کی سیبیل داره همه جز من. اینجا کی سیبیل داره؟ تایم اینجا هیچ کی سیبیل نداره. آقا تایمو بگو من میخوام بفهمم. بگو. وایسا اینو واسه ریدی عشقم بذار ریدی اینو- تایم تموم آقا شد ما این امتیاز تایم تموم شد نه برو یه چی چیزی بود؟ می‌خوام واسه اجرا کنم فقط چی بود؟ اینقدر سخته که باید متوجه بشی آقا وایسا. در گوشه من بگو چیه؟ امیر کبیر وایسا برو. به من بفهمون تو. اگه تونستی ادی اینجا بذار. تو سه حرف که کلمه است. خب 7-8 تا قاطی می‌کنی 8 داداش یه الو بابا داره حرف می‌زنه 86 اعتراضات سال 88 جنبش سبز ببین سریعاً کار ببین سریعا کات 8 نازی علامت نازی اسم چیه؟ این متیو سه رو اینجوری نشون آره میده. کلا آقا ولش کن چی بود کلمه چی بود؟ حمله عراق به کویت بابا من داشتم از ایزی. طرف صدام میرفتم و هیچ چیزی کدوم واسه- گفتم از 8 سال دفاع مقدس برسم به حمله. باید یه حساب بگیری اگه میخوای از اون برسی به یه سوال آپشن‌های دیگه چی بود که حمله عراق به کویت رو انتخاب کرد حمله آلمان نازی به شوروی بابا اون که این چه کاری بود؟ گفتم چرا عراق کویت رو بچه بابا یه اینجوری می‌کردی من اونو میگفتم یه اینجوری می‌کردی می‌فهمی یه اینجوری می‌کردی استالین رو میگفتم یه اینجوری تمام این استالینه اونجا چی عید داره یادم نیست. فدای سرت. مرسی ولش کن ما جلو نیستیم الان میخوام چرا تاریخ برداری و بشونی تاریخ من میتونم بردارم چون ببین تیم مقابلی که ایشون هستن 3-2 اینا یه دونه میس دادن بریم الان چندی؟ 3-2 ولی الان یه دونه عقبیم یه دونه باید بازی کنیم آها میزنی بعد دیگه میزنی الان عرفان تایم بازی عرفانه آقا ما برخلاف شما هیچ پرشری رو هم تیمون نمیذاریم ببین خیالتون ته بیا اینجا ببین برو جو بیریم فدا سرت ببین فامیل احسان برای ما که کاری نکرد فامیلی بیا دو برو اگه خراب کردی فدا سرت اگه نتونستی فدا سرت فقط ورزشی و فوتبال هیکل ما رو ببین نتیجه میگیری که نمیدونم. خیلی نامرد نه برمیدم ناراحت شد اصلا ازشون بر نمیاد من آدم خیلی روک هستم بهت نمیخواد اصلا یه لور چی برداری؟ داداش من میدونم یه دونه تاریخ دو شما از تیم مقابلی برو یه بیرون. تاریخ دو من با شما یه صحبت تاریخ ندارم. دو من با نشه شما صحبت ندارم. برید. روی اون یکی فامیل احسان رو برید بزن اونور. زمین ما با از هم جداییم. واقعا پی. میام یه فیلم و سریال بردارم. فیلم سریال سه امتیازی رو بهشون میدم حق انتخابی هم نداری خدا نگهدار کدوم رو انتخاب به می‌کنی نظر من عوضش کنیم. همین دو تاست اصلا نمیشناسم اینا رو. نبایدم میشناسم خب به دوربین نشون بدن. آره خب تو جیباتونه برد. آره من با این صورا فقط شوخی میکنم این که مشکلی خیلی نداره تایمرش رو بزن ببین بریم چیه کاتگوری فیلم و سریال ولی من در مورد خود اسم توضیح میدم فیلم و سریال سه امتیازی برو ذهنتون اصلا آقا بابا حرف نزن بازی کن بابا برو اونجا 3 2 1 یه کلمه اولی نه نه بیا یه کلمه اولی راننده بیبی درایور درایو اسمشو داره اجرا کنه کامل رانندگی رایان گاسیلینگ میگم بذار کامل خب اجرا نه کن رانندگی بذار اجرا کن اجرا اجرا کن کن. ادامهشو برو استو حمالیه این چیه؟ جابجایی فرمون بهتره از یه روش استو. دیگه بری پایین اشاره کنی فرمون رو در میاره یه فرمون دیگه میذاره داره بابا زغال میذاره تو ماشین یه جور دیگه افان چیکار این یعنی چی داداش یه جور دیگه بگو آقا من اگه بگم این یه دایره است هم پانسو این یه دایره من است. واقعا این یه دایره بزرگتره چند تا چیز تو دایره است آره میبنده با آچار فکر میبند با نکنم آچار میبنده میبست آره بعد میاره بیرون مکانیکه یه چیزی میذاره جا حالا ماشینه. میذاره جاش حالا میبندتش تمام. حالا بازش میکنه زمان تموم شد چی بود
زاپاس. راستی که زاپاس. پلش! زاپاس مگه اینجاه؟ زاپاس میخوای ببندی اول با زانو بزنی حاجی مثل یه کار دیگه است. اینا فامیلای احسانن احسان چیه؟ بی استعدادترین اینا من کجا پیدا کردی؟ ببین اینا فامیلای احسانن و خیلی از احسان باهوش‌ترن. ببین احسان کیه؟ خود احسان من دیدی. خود همون احسان دیگه. برو کارو جمع کن. اصلا کی بهت گفت تیما باید 3 نفره باشه؟ تو به تو بازی می‌کردی. حالا بعدا دلیلش بهت میگم. برو فوتبال پشت پرده یوتیوب. داداش برو من میگم. داداش من نمیدونم کیه یارو منم نمیدونم منم اون موضوع نو مدرز ببین من یه چیزایی بهت میتونم کمک کنم حداقل بهت اونجا تو نو ماتر نه خیلی ماتر بریم ببین 4 امتیازی من 3 تا 3 امتیازی بیار. داداش 10 تا ویدیو میارم اگه خودم 10 تا میارم بیار بالا. بریم من خیلی فکر کردم اول میخواستم این چیزا رو بردارم این فیلم و سریال 3 بردارم که فامیل احسان کامل زد توش. آره خرابش کرد الان به نظرم بریم همون کاتگوری یه دونه انیمیشن به امکانات کمه ببین وایس ببینم شما چرا اینا رو به همدیگه وصل کردید وقتی ما میخوایم جدا جدا من خیلی میشم خیلی خوشحالم که واضح گفتیش اصلا معطلش نکردی به نظرم این خوبه با اینکه هیچ ربطی به انیمیشن نداره بچه‌ها علی جان. دوست دارم من بچه‌ها دوست بریم 3 2 دو کلمه. اولی بله. آره خیلی متیو بلد کاره ادی چرا از اون روش اجرا کلنگ کردی؟ زدن؟ بله زدم ساعتمه همین الان تقریبا 45 ثانیه‌اش رفته اصلا اینه آها درسته درخت خط تنه کردن، درخت قطع کردن تنه درخت قطع تبر زدن به درخت، درخت افتادن درخت. اولی رانندگی ماشین درختی. تمومه خونه درختی. تمومه کارگاه درختی که ایشون یه کارگاه فکر کرد کاراگاه بود مگه بله، کارگاه بود کارگاه درختی اصلا یه چیز دیگه داشت با من گفت. اصلا یه چیز دیگه من می‌خواستم برم میخواستم می‌خواستم برم کارگاه درختی کارگاه درختی آره چه جوری من کارگاه رو بهت برسونم کارگاه داشتم کار یعنی می‌کردم کارگاه اصلا این یعنی کارگاه این یعنی کارگاه متیو این کارگاه واسه من یه مشکلی دارم کارگاه اینه کارگاه یه اینه لحظه وایسا من یه مشکلی الان اینجا دارم چی؟ کارگاه درختی چه انیمیشنیه کارگاه درختی رو ندیدید واقعا کی اینو تو دیده دیدی؟ من دیدم آره. شما دیدی شما دیدی مهمش نتونستی فامیلای احسان فقط این انیمیشن دیدم از اون نتونستی بخونی اجرا که بمانم راست میگم من درست داشتم جواب میدادم در من نمیدونستم کارگاه کاراگاه در صورت نداشتن سواد حتما یوتیوبر شید کارگاه و خونی کارگاه میزنم زیرت میبرم تو میدونی این نویسنده است و چند تا مقام داره میدونم ولی چرا کارگاه میزنم خون زیرت کارگاه میبرم تو واقعا خیلی چه بود بریم سر آیتم من اینا فهمیدن اشکام برو یه ادی 3 سه بر. آره حتما 3 بار دارم ببین ما اصلا یه دو اینا تو سیستممون نیست فقط 3 ورزشی مونده اصلا کار من نیست 3 فوتبالی مونده اصلا کار من نیست اماکن مکان باز هستم ولی اماکن نه شهر و کشور یه 3 میچوقم یه 3 میچوقم آرامش درونمون بشه آیتم ها ایناست من اینو برمیدارم چون دوست دارم اینو برو بریم دو تایم. کدوم؟ دومی اولی خب موبایل صحبت کردن لاس زدن لاس خب لاسم هیچی یه اسم شهره لاس وگاس لاسم بد قویم بد بلدی بابا عشق متاسفم که نتونستم نه بهتون تقلبی برسونم متاسف چیه واقعا بابا من رو تضاد کرده بودم بابا خیلی ضعیف. توی آشپزی آتیشش الان لیست آخر یوتیوب داره الان ما 30 گفتیم 3 داداش بیا برو یه دونه فوتبال 3 بردار فوتبال 3 بردارم یه فوتبال 3 بردار یه چی میارم پشمات بریزه پشمان بریزه پشمات بچه‌ها بریزه خیلی خوشحال شدم بردیم بردیم ما قوی ما قوی 100% دست تو که باختم. شما بچه‌ها 9 امتیاز در شاید باورتون نشه بچه‌ها 4 امتیاز بد قوی استمپ بگیرم برسن داشت با هم دیگه 1 2 3 صندلی از یوز بشکنه متیو برو
نه متیو تو کلا از همه گنده تری. تو بزرگترین انسان جهانی تو گینس. و بی‌مزه ترین و علی خواهشم. ببین من به نظر من از فوتبال از شما حتی آقا بشکل فوتبال نه من میدونم نه ادی. رو فامیل احسان هم اصلا حساب نکرد. شاید داشته باشم. سیدنی که استاد سیدنی کرد. شاید باشه. اینو میتونی آها باری کرد. اکورد میدونی کی برو؟ خودش بلده. این بلدم. ببین من بهشون حالا راهنمایی نرسوندم ولی امیدوارم که امتیاز بگیرید و من خیلی دوست دارم شما ببرید. هم من هم ادی عاشق این بازیگره بهش میاد. ادی سلبریتی یا سمتیاز؟ برو من این قرار فوتبال بردارم. بخندیم بهشون که نمیتونن. ببینیم این دفعه چه دسته گلی آب دو میدن. کلمه است. کلمه اول. اصلا اسمشو نباید اجرا کنی. ددپول. رایان رینولدز. اصلا خیلی ساده. خدا من حافظ. نمیدونستم ولی خب بچه‌ها دارن بهم بعد خوب. ببین اصلا از خدا نگهداری. یه سه امتیازی توخل میاری داداش سر داش جواب دیگه بده. کاتگوری نمونده بدبختی. چرا؟ بریم فوتبال هست. فوتبال میتونید فوتبال نباشه ورزش نباشه دو تا دونه دیگه مونده. برو داش همون می‌ذاری. میرم اصلا تاریخ بردارم سینما برداشتن. بریم ببینیم چی هست. برو بریم. یه دو تا دنده بهم بده. برو جر بدیم. بریم. تو ولی برو جر بدیم. بریم. تو باهوشترین انسان دامغانی. ما جلوییم اصلا نیازی ندارم سه بردارم. یه دو یه چی بگو بردار. تاریخ دو اینقدر جنگ اصلا خودم آقا، حساب یکیشم نمی‌کنم. برداشت. یکیشم ببینم تو یکیش چیه این که آچا بچه‌ها باید نه استفاده نمی‌کنه. این راحت تر از بقیه است. یه دونه بود این دوتا این که سخته این خیلی سخته من این راحته قطعا اونی میدونی رو برداشتم یعنی اینو ندونی دیگه بزغاله ای دو کلمه دومی یه چی به دست چسبیده. بزرگ بیگ بوی سهیل متیو بیگ بزرگ اولی دستشویی شاه بزرگ. شاه بزرگ بزرگ شاه رضا شاه کوروش کبیر کوروش بود داریوش بزرگ تایید. باریکلا ایزی باریکلا بریم یه دونه سینمایی دو بیارم. چرا دو برو ورزشی سه بیار میگم. فوتبالو که دیگه نمیفهم. آقا فوتبال من میفهمم. آخه سه فوتبال بگید سه. هیچ جوره نمیره دو بگید هیچ جوره نمیرسید اصلا چند تا بازی دارن حتی یه بار بازی کردیم آخرین دست ایشون و بعد دیگه این آیتم تمام میشه وارد آیتم بعدی میشه. تکنولوژی سه مونده. نه تکنولوژی سه مونده بله. پس ما میریم یه تکنولوژی سه. یه جوری خدافظ. آقا یه تکنولوژی سه امتیازی بیار. اصلا نمیخواد تا اونجا بری. رفت. برو ورد خودت بخون بیا. آقا تکنولوژی سه. دو کلمه. اولی زاپاس درب کنسرت زاپاس صدادار گوش رادیو. بدونیم چی میگن رادیوی سریع. رادیوی شاد رادیو ورزشی. باشه پلاتینه اندیده تکون میخوره. بگو یه چیزی. رادیو ورزشی. بچه علمیه میدونید که رادیو نفسگیر. من فهمیدم واقعا شما بزغاله ای خیلی احمقید. رادیو هوایی. امواج. ببین کدوم شبکه صدا سیما که نمیبینیش رادیو موج رادیو. رادیو تنفس رادیو تهران. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو. تایید. چالش تونستی. کی گفت من خیلی گفتم. باش مردم اکتیو بودم هیروشیما شد کردم. بابا اکتیو رادیو از اکتیو. این به بعد به ادی نگید. رادیو اکتیو بابا رادیو اکتیو اینه ببین. این رادیو. خب الو مردم همینجا نگفتی. نه دیگه این رادیو اکتیو یکم محکم‌تر میخورد میرفت طبقه پایین حاجی نزدیک بریم پایین بد ترسیدم دیگه زیر خودم زیر خودم پشمام ریخت. کی برد؟ این آیتم برنده این آیتم
متاسفانه متین و ببوس بردیم اونا وقت بوسم راست نداره که ولش کن. آره. آقا اشکال نداره ما شرف آوردیم آبرو رو بردیم بله. رفاقت آوردیم چرا رادیو بریم آیتم بعد. من ضعیف خدا ما رسیدیم به آیتم دوم ما آیتم باریکلا دوم باریکلا آفرین تو رسیدیم به بعد آیتم از 25 بار برداشت به نظر تونست بگه جمله‌شو بچه‌ها رسیدیم به آیتم دوم ای بر باریکلا میریم بار 26 ما پول گرفتیم اینجا چیز کنیم دست نه. بزنیم چی گفت آیتم دوم چیه آقا آیتم علی دوم نقاش باشی باریکلا آقا اسم نوینانه ای چه واقعا نقاش باشی استاد فرشچیان فرشاشو فروخت تمام نقاش شد علی رفاقت ما کجا ها اونا سیکشون خورد چرا بدون- باریکلا ماشاءالله چی شد بچه‌ها کجا رفتن این آیتم نفریه. دو نفریه و یه نفر بعد نقاش کنه یه نفر بعد حدس بزنه و دیگه مجبور شدیم بچه‌ها رو ازشون خدافظی کنیم چیو باید بکشیم ضرب مسئله هایی که به صورت اوستاشم. شانسی اوستا در میاد بنا. رو باید بکشید و به اصطلاح نباید بنویسید هیچ چیزی رو فقط نقاشی آره اگر می‌کشید. اشاره کنیم چی مثلا با حروف ابجد بنویسیم ابگه ابجد این سوالتون نمیتونم جواب بدم با حروف خطی چی انگلیسی چی؟ نه زبان نباید داداش شروع کنیم ما دست پیش برنده شدیم ما آقا. تصمیم میگیریم که چی تیم شد ما بره اول چرا تیم شما بره چرا تیم شما؟ ما دست پیش برنده اصلا داور میگه به ما چی آقا من به داور عنوان داور میگم بگو کی بره تبریزتون می‌ذارم این منطق داور منو له کرد داور رو من اینا شروع می‌کنه میکشی من میکشی نه میکشی بکش امتیازا چجوریه چه کارتایی داری 5 داریم 3 داریم و 7 کدوم انتخاب خب می‌کنیم یعنی 3 کمه 5 متوسط 7 زیاده آره من 7 میگم ببین 5 برو بزن 7 به نظرم در حدی نیستن ما قیاس قبلم جلو یه 5 بیا دیگه 3 خیلی خیته خدایی نه ببین اگه 7 بذار بریم شانسی بچه‌ها آره، کاملا ممکنه شانسی اصلا من بالا رو نگاه می‌کنم بذار این خوبه سخت ایزی اه، ایزی برو درسته من چون چپ دستم اونور دیگه وای نمیستم چون با دست راستم فلج اینجوری هم نمیتونم اصلا کلا اینجوری؟ میشه بگی دوباره گاه اینجوری هم اوکی متوجه شد اشتراک اسلامی خیلی خوب بریم 3 2 ساعت بنزینه آقا بذار یه کوزه‌گر از کوزه شکست آب میخوره متاسفانه خیلی به بچه‌ها هم ربط داره جورابه خصوصا متیو این چیه نونه نه اشاره نکن آبه آرام چقدر خری بذار به جورابه ازای هر اشاره‌ای که امتیاز ازتون کشف بچش کجا میگم چجوری ممکنه چجوری ممکنه بلشه آره دیگه فلشه خیلی باهوشی سهیل بچه‌ها سهیل خیلی اینم باهوشه چیزه گردن بنده مربع الماس گردن بند آه گوش هم اشاره کرد یک امتیاز گوش کشف داشتار خودمون منت قصابو آقا نشه چقدر بخشه حالا 1 دقیقه و 15 ثانیه الان تمام میشه وقتش زود باش چیه اون؟ الان تمام برف شادی این ببین برف شادیه داره آها ببین داره برف چیزاش هم شادیه. میکشه یه خونه جورابه خونه خون جورابو. شرک جورابه داره میکشه اصلا نمیفهمم خیلی جوراب راحته دندونی. 1 ساعت فهمیدم دودول برعکسه وقت نشد تموم نشد این وقتشون نه در کوزه. 20 ثانیه دیگه دارم این چیز این کرد داداش اصلا نمیفهمم اصلا نقاشی چی بود اسمش بابراس بابراس شد من آخه اصلا معلوم نیست اون چیه ببین همه توی استودیو فهمیدن ما گفتش فهمیدیم یه بارم حتی آقا تموم شد تایمم تمام 5 ثانیه مونده 5 تو 5 ثانیه بره نمیتونم 2 1 کمک حتی نمک هم داداش نمکدونه این حجمه این چه نمکدونی وایسا یه دقیقه داداش قربونت برم بیا نمکدون بکش ببینم چجوری میکشی حجم احمق بودنی که داری خیلی بالاه یعنی انقدر این نمکتونه این بیا کنار داداش این نمکدونه نمکدون سهیل رو ببینم این نمکدونه عوض میخوام این نمکدونه بچه این باد پلاگی هیچ این نمکدون تره یا این داداش ماهی برعکسه ماهی برعکس چی داره ازش این میگی شبیه گوشت قطع شده است. این دیزاین کدوم برو هر چی دوست داری پاک کن اول شما اینو
بله. بابا من تو نه ببینید من چشام بستم متوجه نبینم شدم. چقدر با واقعا آدم رو میاد به خواستم بهتون نشون بدم متیو چقدر آدم گلیه. بابا این خیلی راحت. جدی بابا بستم تختی. نبینم. جدی بستم نبینم تنبک برم خیلی واقعا نمک در نمک. یه دونه باز دوباره تک و تنها بذارم یه تنبک براش جدی برم. بذار به میرسه آره میرسه بهش. به میرسه همه رو میگه. نقاشی افتضاح، من نقاشی میخوام. دمت کرد افتضاح هم برو. در این زمینه. ببین من مرغ همسایه قازه اصلا ندیده بود. مرغ به این منقاره کشید فهمیدم اصلا شب ببین من میخواستم این مرغ شه. ببین با این کاملا فهمیدی؟ عادلانه بود. اگه چیزی مشکل خیلی دارید خوب. هیئت جوری هست. این هیئت قرار جوری بود. تایید هیچ این مشکلی کرد. نداره. هیئت جوری تاییده؟ بله. تایید یا نه؟ تایید دیگه. بده ما آره، بدونه. تایید. ببین ما داریم بدونم. می‌نوازیم. وایسا یه حرف دارم. دست قبل هم یه اتفاق افتاد. تاریخ داره تکرار میشه. یه دونه تقلب کرد بردیم. همش باز مرغ. تقلب اولتو همش کردی. مرغ. فعلا که 5 امتیاز بدیم. هفت 12 برو اصلا. بیا اینجا هفت چون برو. اینا ببینید مشکل که نداره. اینا دقیقه. آره نشونشو ندیا بیشرفو میگه بی‌شرفا. خیلی سخته ولی میتونی کارش بکنی. باید همینو برم یا خودم من میتونم. باید همینو بگی. دیگه واقعا شانسی کشیدی. ببین من باش، ضرب باش. المثل زیاد بلدم. آره. نگران نباش. اینو خوب بکشی ها. احساس بنده اینه که مفتضحانه میبازید اینا. اوکی بریم. باش من نمیتونه. شنیدم به نظرت؟ قطعاً. حل بریم. انشنید. صحبت نه. هر روز صبح بابات. آقا بدون صحبت بریم. نداری. یک برو. این رونده. خب نگوی حرف نزن. نه حرف نزن مگه پکیج میخوای بفروشی این روندی؟ خب قطره قطره جمع گردد بانگهی دریا شود. آره بابا. در اقیانوس غم شادی بسیار است این چیه بادکنکه؟ این چیه؟ این اشاره داره میکنه به یه سوی، به یه سمتی داره اشاره به میکنه. ارواح جدم نیستی در حدم. به ارواح این چیه؟ حدم. یه آشپز آدمه. که دوتا بشه سوشی یا میگه که یا یه آدمه که داره به سمت زیاد میره، داره به جهت‌های زیادی رو میره بالا. از هر بچه دستی بری، اینقدر داره توضیحاتش از سخت همون میشه که من دست خودم وایسا. چی بود یادم رفت. آب که میره بالا قورباغه اباعتا میخونه. خب بگو شاید که قورباغه بیکلام نه، کرده شه شورت در قورباغه آوردی؟ افیون میکشه چه میدونم بالا داشت توش. قرقورم میکنه. رنگو این اومد. چیه؟ گفت من کلان پوله؟ اینا رو میبینی آقای رنگو میبینی رنگو. بچه‌ها واسه یه 1000 تومانی 500 تا بالا پایین میره. اینو از میگه خودت نگو. برو کار میکن مگو چیز کار. هم اگر خدا رو تو مشاهده مشاهدی آقا نکنی. انگلیسی ننویس. نمیتونم. آقا تایمش تمام نشد نه. چیه؟ وایسا. تایمش تمام شد کجاش؟ نه ببین 45 جهت ثانیه داره توش. واقعا 45 ثانیه داره. آره. آدم داره چپ. توش. داداش بکش هیچ پرشری رود نیست. راست بکش. کرده رو نمیتونم تدبیر بکشم نیست اصلا. نه سخت ترین حالت ممکنه یه زمان 170. چپ راست پایین بالا. بچه‌ها مثل اینکه درک نکردم اومدم قورباغه مسابقه کی. مورتال کمبته. تو دیگه صحبت نکن تقلب کردی الان اینجا. نه من البته سختی دارم. چی بگم آخه هیچ ایده ای ندارم. تمام. ببین حرف اولشو بکش. کلمه اولشو بکش اون چیزی که هست رو. من میشه. دایره هلو میخوای میان. من یکی از حروفشو بگم. بگو. یکی از کلماتشو کلمه بگم. اولو بگو. ولی یه امتیاز کم میشه. از از آقا تایمش تمام از این نشد ستون به اون ستون فرجه. آقا تایمش آره تمام دیگه. نشد تموم شد. از ستون تموم چپ. تمومه. از تو تو حرکت حرکت خدا از خدا برکت. برکت. این خداست این برکت اینم از تو. به نظر سخت اگه خیلی. برکت رو با واکسیناسیون نشون میداد بابا بهتر بود. نمیشد اصلا کاریش کرد. ضعیفن ضعیفن. سخت. ضعیف. اینجوری میتونستی بکشی. اینو میتونستم خدا رو آفرین. تو دست تو آب اصلا هیچ کاری نمیشد کرد. چیکار خیلی هفت تا دارم. بردارم 7 تا بردار هفت بکشی. تا بردارم اما یه سه بابا بود. تقلب دارم. میدم آقا واسه. خیلی جلوی ما خسته 7 تا بردار بکشی. به همه نشون میده خب اون رفت. نه به خدا واقعا این طرف این طرف. نه ببین کی دوست میگه من. این دفعه رو گفتم نشون سه. ندم خیلی تو خودت جالبه. خیلی هفت راحته ولی اولیو تو بتونی بری میری. این نمیفهمه نه میفهمه. این به درخت میگن. دوست عزیز من نمیفهمه اینو نه میفهمه. نه نمیفهمه ایدی خیلی آقا باحال. نه خیلی خب من نمیفهمم آقا از خدا حرکت از تو برکت هم ما نمیتونستیم. گفتی نه نه حرف من گفتم سه این بهم هفت داد برو جلوی. گفتن هفت برو نمیشه به من ربطی نداره. الان داور عادلم. دیگه من ربطی نداره. ای دیگه بابا انتخاب کردی. تو ماجیکو بده من 3 2 1. چیکار داری می‌کنی؟ این چیه؟ نه ترس من که وایسا. نمیبینم اصلا. چیکار داری می‌کنی؟ آجر حاجی این داری چیکار می‌کنی؟ چون کبریت.
الان باید کبیر الان باید مشروب؟ یه سوال اگه صفحه خالی باشه اینا این دامغان آره عربه زمنا عرب داداش عرق در نمکدان شوری ندارد دل این من دنیا حالت نیازه. کوری ندارد عیسی مسیح شرابه صلیب کشید. این شرابه مشروبه چند ماه میرم کلیسا موز میخورم شراب و موز موز شراب و موز و عیسی مسیح چه ربطی به هم شراب داره؟ و موز بخوری دیگه خیلی گرمی اذیت میشی موز موزم میذارم تو پاکت پرچم شده پرچم موزیه چیز بکنم من حد میدانم چی. چه ربطی به موز داره توی زبان ببین. مثلا موز هست به نظر من که موز چرا میکشی یه دونه معجون داری نانو بنانا معجون شربت خیلی حس بدی آدم اصلا نمیتونه حرف آره. بزنه دیوونه میشه آدم بگو یه چیزی بگو مسیحیت دارو خب دارو حالا اینو تو دارو فهمیدی ازش. این که پرنده دارو اون دارو ببین چند تا ضرب این مثلا دارو مولاه دارو ملا داره داشت تایمشون تمام نشد. نه وایسا. واقعا هنوز 20 ثانیه دیگه دارم 19. رستم نوش دارو بعد من اگه سهراب الو بابا. 7 امتیاز و بهتون افتخار میکنم مرسی خیلی ممنونم یه لحظه اشاره کن رستم و سهراب و بچه‌ها ببینن. بچه این بچه‌ها رستم هستن اینم سهراب آجی سهراب خیلی ناراحته گیگاچه آره دیگه سهراب داره میمیره آخه ناراحته این خوشحاله بچه‌شو کشت جای 7 رفتن با یه 3 با یه پنج با یه 5 با یه 5 ما هیچی 12 یه 7 برو. شما باید بکشی من با بکشم من الان کشیدم. نه دیگه من الان کشیدم ریدم دیگه ها شما ریدی. بله بله دامغانی و چپ سمنا سمنا. سمنا خیلی بریم. خوشحالم بچه‌ها ما 7 انتخاب کردیم یه 7 شانسی. یه چیزی رو راست میگه اون برا نگاه میکنم. مسئله اینه که شاید سهیل ندونه ولی کشیدنش راحتی. نیستم تو زبان ببین. شما ببینید بریم. اصلا شما هر کاری میخواد بکن چون میتونید متین رو حتی ببرید یه جای اون گوش موشا آقا واقعا راست میگن از ای آی هر چی بپرسی جواب بله داداشم بچوقیریم ببینم نقاشی متین میدونی چرا داشتم تابلو نگاه می‌کردم شاید طبیعت سمنان لذت کوه به کوه نمیره نه سالم وایسا. حواست باشه پاندای کنفوکار ماتیون من پله بله مگس دور هنه راست میگه میشه. چی بود اسمش؟ این زنبور خب این دقل دوستان که زنبور. میبینی؟ خب دیوانه اینا این دقل دوستان که میبینی کندو خب آره ملکه نه اون چی؟ زنبوران بابا توی ان چیه زنبور کندو توی کندوی ان چیه تو کندوی ان چیه؟ بابا تو کندو چیه زنبور ان زنبوره ان زنبور چیه اسد خب. چی فهمیدم خب خب اینقدر تلخه میگم من اصلا نمیشه خوردش خب یه دونه دیگه داریم اون خیلی معروفه مرسی واقعا بچه متاسفانه کلا 40 ثانیه وقت داریم بوی گوه که بیرون زده از توی کندو داداش انه زنبور حالا من بعد با چون افتادش رو اصلا با کله افتادش رو اصلا درسته تایید کجا زنبور واسه خیلی خوب کشیدی 7 امتیازی بود رفتیم 5 تا یه دونه جواب داداش ندادم آیتمتون تموم شد تو چش اون مخاطب نگاه کن. میدونی که متیو دید و گفت بهشون امتیاز دادی. آقا من کجا دیدم ثابت کن که من دیدم ما که ندید آقا نفری دو تا اصلا باید تقریبا بکشید من ویدیو با نمی‌دونم همین کار چیزا جذاب من میشه و نمی‌دونم. جذابیت هم برای ما ویور میشه خودمون برنده. اصلا ما یک من دارم دلایل منطقی بریم خودم ببینیم. آقا ایشون داغ آیتم بعدی چی کاره؟ بریم ببینیم آیتم بعدی چی کاره؟ ناموسن. نوکرتم بریم آره ببینیم آیتم بعد چی کاره؟ بابا یکیه. آقا ولی یه چیزی بگم واقعا راست میگن از ای آی هر چی بپرسی یا جواب پایین خیلی یا خوش. پایین آره یا مثلا پایین ازش الان بگو بگو چی نوشته چی قراره اجرا کنه رو تخته بهت جواب میده. دقیقاً مثلا گفت نوشتارو بعد مگه تموم منم شد. گفتم تمومه. وارد
آیتم سوم میشیم صدا بازی. بچه‌ها باید با درآوردن صدای اون کارتایی که جلوشونه به همدیگه بدون حرف زدن برسونن، حتی اکت هم نباید بیان. ببین باید ببریم آیتم بد آخر صدا یک در که میارم. بد میبریم. من میخوام یه کاری کنم این تقلبایی که کردم بی اثر شه. دقیقاً. ببینم چه باور یه بخشی هستی. ما 1 دقیقه وقت داریم هر تعداد کارتی که گفتیم. نه چی؟ 3 دقیقه وقته. 3 آقا چه دقیقه. خبر؟ 3 دقیقه. باش میدونیم ما دوبلوریم دیگه. 50,000 تا صدا ازش در 30 ثانیه کافیه. 3 دقیقه چیه؟ من رو آیکیو تو حساب کردم. ما یه سال متن دو برابر. حنجره داریم، متن هر سوراخه، یعنی هر جیش یه صدا در میاد. آدم بی تربیتیه. متیو ببین به من چی گفت. گفت؟ من رو تو حساب کردم به خاطر آیکیو. رو آیکیوت حساب کرده. بریم شروع کنیم. بریم آقا بهشون بریم شروع بگیم. کنیم. بریم شروع بریم. کنیم. تایمو بگیر داش. بریم. بریم. 3 2 1. خط دوشگاه گنجش حیوونه و اینقدر- قطار بود مار خروس مار این یه چیز چربه. داره میره قابلمه و ایناست زود پس بخارا کتری اسب فوک یا اسب دریایی جغد واقعا چیزا رو دارید می‌بینید. مرغ خوک واه در موتور زنبور خیلی سخته دوستان. نویز داره نویز پشمو این داره دستش چیه اینجا؟ نه، هلیکوپتر؟ اونقدر نیست. آقا با دست نشون میده. نه اونقدر نیست. اگه متقبل. واقعا با دست واقعا دوستان هم سرک سرخ کردن باریکلا من استاپ چند ثانیه بود 1 دقیقه و نیم گفتم بچه‌ها. خیلی گفتم. 1 دقیقه و نیم همشو گفتیم خب 1 دقیقه و نیم چند ثانیه است؟ یه 90 60 ثانیه و یه 90 30 ثانیه ثانیه. 90 ثانیه 90 امتیازم بذار روش 90 امتیاز بچه‌ها. اگر همشو گفتن باید باید ببینیم با تایم زمان یکی. ما به جنگ آیچی اینو بده یا برنامه‌ای من حساب کرده بودی من تو این دوربین بد بهشون بخندیم 3 2 1 خنده های شما رو هم می‌بینی. بیاید ببینیم چی کاره داداش چند تا رو گفتیم باز 1 2 تا 3 تا 4 12 تا باید گفته بشه. 90 و به اضافه 12 کن 102 امتیاز برو درست سنگین زدیم باریکلا بیا برو. من میشه دوستان خوشگل و دوست داشتنی و باهوش ما جلو نور بگیر ببینم. و به نظر من که کاملا برنده این بازی مشخص است. اینقدری تو به فکر تقلبی به فکر خود بازی بودی برده بودی آقا، بردیم ما اون بد یکی می‌بازن. تلاش کنه ببره که به درد نمیخوره. اون که بد تقلب می‌بازن. کنه ببره خوبه. آره، بریم. راست میگه. 3 2 1. خب متین آموزن آره. خیلی سوهل سگ ناراحت شد عجب بابا آقا این نه جست تو هم با دست اومدی. خوب بود منم بگم خروس متیو نه متین سه دیگه است. قورت دادن متین سه دیگه هوا است. نوشیدن قلیونه آب رانا رودز گوساله بز یعنی واقعا گفت گوساله عقلو دیدی مار تا صبح نمیتونه بگه جت معلم آیکیو کلاس در رو حد ساده کنه گوساله معلم میخواد کلاس رو ساکت کنه آفرین نشت شیلنگ گاز در حال مرگ سوت ترک سوت کتری کتری کتری. مشخص یه چیزی از رو برگه خونده بود آقا ساکت شید آقا بذارید بگم دیگه بگو با کانک با خالی میکنم باد کنک اون گفت دهنت سرویس محمد تفنگ آقا این نیست نخونسن آقا این شو کرد گربه هو چی میمون نبازیم جت جنگنده ترکیدن موشک تمام تمام شب وقت نشه 2 ثانیه شما زودتر. نمیشه تقلب اشتباه من انسانیه اعتراض دارم به یه قضیه من برای چی؟
تفنگو گفت این دیگه اینو دیگه آرش تفنگه. کی بود میگفت؟ به نظرم تفنگو حساب نکن. یعنی چی؟ مگه اینکه تو 2 ثانیه هلیکوپتر متین هم حساب کن. راست میگه بعد هلیکوپتر تو هم هواپیماش هم حساب نکن. نه هواپیماش هواپیما- اصلا ولی این هواپیما رو اینجوری کرد اون به هلیکوپتر ما در. این به اون در. ولی آقا تو برای رسوندن تفنگ دیگه شو یعنی چی؟ میخواست تفنگو در بیاره بعد میگفت کشو چرا میوازی دبه میکنی دوست من؟ آقا باختیم. فکر نکن آقا. آخ تو قبول کن. آقا ما قوی تریم دیگه. بچه‌ها این ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب بازنده اصلی خودتی. الان مظلوم آرمی میریزه سرت. اصلا خوشیه که الان ببینه. گوریرانی میاد ازت حمایت می‌کنه. ما که بردیم متین من میدونم ولی بذار ببر. بچه‌ها میدونن ما بردیم. بچه‌ها از نظر من ویدیو رو سابسکرایب کنید من پول نیازم واسه ما چی مهم نیست من ویوم در اومد بچه‌ها کانالشو ساب کنید بچه گلیه. قربونتون برم خدافظ خوبه آقا. خیلی دوست دارم. قربونت برم لب میدی؟ نه چرا نه؟ چرا نه؟ یه لحظه بیا، چرا؟